حضرت موسی را میگوید در روایت ها می آید که وقتی که بالای کوه تور می رفت با خدای خود میگد نازیده گپ میزد، می نازید که ما با خدای خود چیکار میکنیم، یعنی سخن میگوییم. البته و کلم الله موسی تکلیما، این جای حقیقتش است، این یگان افسانه و یگان حکایه نیست، زیرا خدا میگوید که موسی از پیغمبرها کسی بود که همراه من صحبت میکرد، همراه من سخنرانی میکرد. حضرت موسی میگه بالای همون کوه تور میبرامد و بناز با خدای خودش چیکار میکرد، صحبت میکرد و احکام و ارکانها را می آورد بر امت خودش میرساند. روز از روزها میگه حضرت موسی بالای همین کوه تور با خدای خود میگه راست میگفت. خداوند خطابش کرد، موسی گفت تا امروز اگر یاد داشته باشی تو به ناز گپ میزدی، مینازیدی، از امروز اعتباراً نزد خدای خودت با ادب باش، احتیاطانه گپ بزن، زیرا تا امروز مادری تو زنده بود از پس تو دعا میکرد پروردگارا فرزند من وقتی که نزد تو میآید مبادا بنده هست یک لغزش میکند، سهوی میکند، خدایا تو این را ببخش و بر این غضب نکن. امروز مادری تو از دنیا گذشت، دیگر تو ناز بردار نداری، نزد خدای خود با ادب باش، با احتیاطانه گپ بزن، زیرا یگانه کسی که دلپوری تو بود و در حق تو دعا کن بود این مادری تو بود که از دنیا گذشت. خوش به حالی شما فرزندای عزیز، برادرای عزیزی که احترام پدر و مادر دارین. کدام شما اگر با پدر و مادر ملالم که باشین امروز چیکار کنین؟ رفته بعد شنیدن این سخنها اگر شما ایمان کامل داشته باشین، ترسی از خدا داشته باشین، باوری بر قبر روز قیامت داشته باشین، از پدرهای خود مادرهای خود عذرخواهی کنین، قدمهای اونها را بوسه کنین و اونها را احترام کنین. انشاءالله خداوند شما را چیکار میکند؟ همه گناه شما را مغفرت میکند. حتی پدر و مادرم بعد بخشش فرزند انشاءالله باوری دارم که اونها یک صندوق رحم هستند، یک سیله رحم هستند، از فرزند در حال چیکار میکنند؟ گذر میکنند و فرزند خودشان میبخشند.